عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. بنده ساده هستم، مدیر سلامت ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل پتروشیمی نوری. عرضم به حضورتون که شرکت پتروشیمی نوری به دلیل ماهیت محصولاتی که داره، محصولات آروماتیکی که تولید میکنه و اون اهمیتی که به کارکنان خودش میده در خصوص مواجهه اونها با مواد شیمیایی و آلاینده، همیشه سعی کرده که در حوزه بهداشت ایمنی و محیط زیست پیشرو باشه و از سرمایه‌های انسانی خودش، ذی‌نفعان خودش در حد اکثر سطح ممکن حفاظت کنه. خب در حوزه بهداشت و ایمنی که اختصاصاً این جشنواره به اون اختصاص داده شده، اقدامات خوبی در شرکت پتروشیمی نوری انجام شد. استقرار استانداردهای و سیستم‌های مدیریت نوین در شرکت پتروشیمی نوری انجام شد و ارزیابی مخاطرات که کارکنان باش مواجه هستند در این شرکت انجام شد از سالهای گذشته و همیشه سعی کردیم که در واقع اون نکاتی رو که برگرفته از ارزیابی‌ها و اندازه‌گیری‌های خودمون هست به پروژه تبدیل کنیم و این پروژه ها رو اجرا کنیم. میتونم بگم در حوزه سلامت و ایمنی به دستاوردهای خیلی خوبی بر اساس ارزیابی‌هایی که نهادهای ناظر از ما کردن نائل شدیم که از جمله میتونیم به در واقع عنوان شرکت در واقع پیشرو و شرکت حائز رتبه‌های اول در منطقه دست پیدا کنیم و در حوزه مسائل دیگی در حوزه محیط زیست هم به همین ترتیب اقدام کردیم و تونستیم اون آلاینده های خودمون رو با پیشرفته ترین تجهیزات و متدهای روز دنیا در واقع تحت کنترل در بیاریم. یکی از این روش هایی که الان خدمتتون حالا میتونم بهش اشاره کنم بحث متد LDAR هست برای جلوگیری از انتشار جزئی ترین نشتی های مواد شیمیایی از تجهیزات فرآیندی یک مجتمع پتروشیمی نوری که این سال هاست داره در شرکت ما انجام میشه و این بسیار یک فرهنگی تبدیل شده که کارکنان هم به دلیل مزایایی که این روش ها و این جور پروژه ها داره برای سلامتی خودشون خیلی با ما همگام هستن، مطالبه گر هستن که این و همکاری میکنن برای اجرای این پروژه ها. در حوزه ارگونومی و در حوزه مخاطرات شغلی اقدامات خیلی خوبی انجام شد و شرکت تونست که در واقع ارزیابی های سالانه خودش رو ارتقا بده و به اون ریسک های بالایی که در واقع از این خروجی این ارزیابی ها هست رو در جهت کاهش اونها قدم برداره. آموزش کارکنان هدفمند شد بر اساس اون در واقع خروجی ارزیابی ها و اندازه‌گیری هایی که انجام میشه و اهداف بلند مدت ما هم در واقع و کوتاه مدتی تعریف شده برای این موضوع که داریم در جهت رسیدن اونها حرکت میکنیم. در واقع شرکت در این گونه جشنواره ها و به نوعی رقابت هست، هم یادگیری هست و اینکه میتونیم ارزیابی داشته باشیم شرکت های دیگه در چه مسیری دارن حرکت میکنن، الگو برداری کنیم از اونها و همین الان که من توی جشنواره بودم روش خیلی خوبی رو در یکی از شرکت‌ها دیدم داره اجرا میشه. این میتونه یه ایده‌ای باشه برای من که تو شرکت خودمون هم این رو پیگیری کنم و همچنین میتونیم شیر بذاریم تجربیات خودمون رو با دیگران.